تسهیلگستریای عزیز سلام. در ویدیوهای قبلی دیدیم که چطور شرایط پرداخت متفاوت رو برای فاکتورهامون تنظیم کنیم که اسلایدش رو هم میبینید. توی این ویدیو میخوایم روی روش دوم که یه نوع متفاوت از پرداخت بود فوکوس کنیم که اگه یادتون باشه گفتیم در این روش اگه مشتریان ما ظرف مدت 10 روز پرداختاشون رو انجام بدن بهشون 2% تخفیف نقدی میدیم که به ما کمک میکنه گردش پول بهتری داشته باشیم. اما ممکنه بپرسید چطور این شرایط رو مدیریت کنیم یا مهمتر این که چطور آیتم های دفتر روزنامه رو مغایرت گیری کنیم. زمانی که ما شرایط پرداخت رو از پیش تعیین میکنیم، اودو به طور مستقیم مبلغ کل حساب دریافتی رو در چندین آیتم دفتر روزنامه تقسیم بندی میکنه. ما در شرکت چوبنگار یه صندلی به قیمت 500,000 تومان فروختیم. اولین آیتم دفتر روزنامه در حساب دریافتنی برای مبلغ تخفیف داده شده با نزدیکترین موعد پرداخته، در حالی که آیتم دوم باقی مانده تراز با موعد نهاییه. چون مشتری مبلغ مورد نظر رو قبل از 10 روز پرداخت کرده، فقط کافیه مبلغ دریافتی رو با سطر اول مغایرت گیری و یه حذف مانده برای سطر دوم که این مبلغ رو در دفاتر حذف میکنه ایجاد کنیم. پس بریم ببینیم این مورد توی اودو به چه شکل انجام میشه. من الان در پایگاه دادم هستم. به برنامه حسابداری میرم. اولین کاری که باید انجام بدم اینه که از منوی پیکربندی به گزینه مدل‌های مغایرتگیری بریم و با کلیک روی دکمه ایجاد یه مدل جدید بسازیم. نام این مدل رو تخفیف نقدی میذاریم و نوعش رو ایجاد دستی حذف مانده هنگام کلیک دکمه انتخاب میکنیم. در ادامه باید یه حساب اضافه کنم. روی افزودن سطر کلیک میکنم و حساب تخفیف نقدی که قبلا ایجاد کردم رو انتخاب میکنم. حالا با کلیک روی این آیکون مشخصات حساب رو باز میکنم و در اینجا ما کد، نام حساب و نوع رو داریم که نوع رو هزینه ها انتخاب کردیم. بسیار خوب، روی ذخیره کلیک میکنیم. در ادامه میتونیم مشخص کنیم که نوع مبلغ ثابت، درصد مانده و یا از برچسب باشه. توی این مورد میخوام درصد مانده رو انتخاب کنم و مبلغ یا همون درصد حذف مانده 100 باشه و آیتم دفتر روزنامه رو هم متفرقه انتخاب میکنم و برچسب آیتم دفتر روزنامه رو مینویسم تخفیف نقدی و بعد هم این مدل رو ذخیره میکنیم. کاری که باید الان انجام بدیم ایجاد یه فاکتور جدیده. پس به داشبورد برنامه حسابداری برمیگردیم و روی فاکتور جدید کلیک میکنیم. در صفحه ایجاد فاکتور اول مشتری رو انتخاب میکنیم و بعد شرایط پرداخت رو اضافه میکنیم. مثلا اگه پرداخت ها قبل از 10 روز انجام بشن 2% تخفیف میدیم و اگه در 30 روز انجام بشه هیچ تخفیفی نمیدیم. در ادامه محصول رو انتخاب میکنیم که یه میز سفارشیه. تعداد رو هم به 10 تغییر میدیم. حالا با کلیک روی ذخیره ادامه میدیم و تایید رو میزنیم و بعد از اینکه تایید شد به سربرگ آیتم های دفتر روزنامه میریم و ثبت های این دفتر روزنامه رو بررسی میکنیم. در سطرهای دوم و سوم حساب های دریافتنی رو میبینیم. همونطور که میبینید اودو به طور خودکار مبالغ حساب دریافتی و آیتم های دفتر روزنامه که هر کدوم مربوط به تاریخ خاصیان رو تفکیک کرده. در سطر دوم تاریخ 11 روز دیگه و در سطر سوم تاریخ 1 ماه بعد رو میبینید. در شیوه پرداخت ما گفته بودیم اگه مشتری مبلغ رو طی 10 روز پرداخت کنه 2% بهش تخفیف میدیم و اگه بیشتر از 30 روز پرداختش طول بکشه باید کل مبلغ رو پرداخت کنه که این شرایط رو در این 2 سطر میبینیم. حالا اگه مشتری زودتر از موعد پرداخت رو انجام بده باید اون 2% تخفیف رو به صورت دستی ثبت کنیم. به منوی مشتریان و بعد پرداخت ها میریم. روی ایجاد کلیک میکنیم. نوع رو دریافت پول انتخاب میکنیم قطعاً و بعد مشتری رو انتخاب میکنیم.
صادق میلانی. مبلغی که اونا قراره تا تاریخ 11 روز دیگه پرداخت کنن رو وارد میکنیم و در قسمت یادداشت مینویسیم پرداخت زودتر از موعد برای میزها و بعد هم تایید میکنیم. در مرحله بعد از منوی حسابداری گزینه مغایرت گیری رو انتخاب میکنیم و حالا میتونیم اینا رو مغایرت گیری کنیم. همونطور که میبینید پرداخت ها کاملا با هم همخوانی دارن، پس میتونیم مغایرت گیری کنیم. روی مغایرت گیری کلیک میکنیم. در ادامه کار میبینیم که فقط مبلغ حاصل از تخفیف 2% مونده که باید مغایرت گیری کنیم. پس روش کلیک میکنیم و میبینید که چون عملیات متفرقه دیگه ای نداشتیم، سربرگ عملیات متفرقه ناپدید شد و طبیعتاً وارد سربرگ عملیات دستی شدیم و میخوایم از مدل مغایرت گیری که در ابتدای ویدیو با نام تخفیف نقدی ایجاد کردیم استفاده کنیم. فقط کافیه روی دکمه تخفیف نقدی کلیک کنیم و میبینیم که تمام اطلاعات لازم وارد شده و حالا روی دکمه مغایرت گیری کلیک میکنیم و تمام. و همین راحتی انجام شد. این ویدیوی آموزشی هم به پایان رسید. از همراهی شما با تسهیل گستر سپاسگزارم. تسهیل گستر کسب و کار شما را درست الکترونیکی می‌کنیم.